گلکاری و سبز و خرمگردانی کوچه و خیابان و گلگشت و باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت در سالهای آخر وسعت یافته است. همساله در شهر دوشنبه هزارها بخت نهال و گل‌های آرایشی و همیشه سبز شنانیده می‌شوند. از روی نقشه سال 2021 در کوچه و خیابان و گلگشت و مکانهای فراغتی پایتخت شنانیدن 100,000 درخت و نهالهای آرایشی و سویافکن، بیش از 10 میلیون دانه گلهای موسمی و بسیار ساله، از آن جمله 3.5 میلیون دانه گل لاله در نظر بود و عملی سازی این هدف در مرحله انجامیابی است. کاخ نوروز شاهکاری معماری است، تاریخ، عرف و عادت، رسم و آیین و مدنیت و فرهنگ ملت را معرفی کرده نمونه عالی صنعت شهرسازی معاصر به حساب می رود. مجمع با شکوه فرهنگی کاخ نوروز در شهر دوشنبه فرهنگی بای و پرغناوت و رنگین ملت تاجیک را روشن ساخته، تجسمگری سبک خاص معماری ملی آمیخته با صنعت بلند کندکاری است. نقش و نگار و آرایشات آن تاریخ بای و رنگین خلق تاجیک را در دوره‌های گوناگون انعکاس می‌کند. کاخ نوروز در مرکز شهر دوشنبه قامت افراخته در مساحت 33200 متر مربع دامن گسترده است که امروز از همه بینای زیبا با حشمت و مشهور تاجیکستان به حساب می رود. دیوار و شیفت کاخ با استفاده از چوب و سنگ‌های قیمت‌بهای آرایشی وطنی زیب داده شدند. اطراف کاخ نوروز را گل و درختان همیشه سبز و آرایشی زیب می‌دهند. از مردم تمدن آفر و فرهنگی و تاجدار بودن ملت تاجیک گنبد این کاخ پرشکوه که با شکل تاج ساخته شده است بشارت می‌دهد. کاخ نوروز از 15 تالار خرد و بزرگ عبارت است که سقف و دیوار و ستون‌های کندکاری، گچکاری و شیشه بندی و فرش با سنگ خارا آرایفته آنها مهارت ناتکرار استاهای چیره دست را بازگو می‌کنند. تالار و دالان و راهروهای کاخ را سنگ‌های قیمت‌بهای سرزمین امثال لاجورد و لعل و یاقوت، یشم سبز، مرمر سفید و سرخ و دیگر سنگ‌های تابانی آرایشی وطنی زیب و زینت می‌بخشند. نمونه کندنی‌های فایده‌ناک طبیعی، تاریخ قدیم، عصر میانه، نو و نوترین تاجیکستان، شاهکاری‌های نیاگان، خاصه صنعت تصویری و مردمی، کلالگری، هنر زرگری، کندکاری ملی، نقاشی و مجسمه سازی، طبیعت دلانگیز وطن، نباتات و حیوانات و پرنده‌های نادری تاجیکستان، رسم و آیین، گشت و گذار و مکان اقامت آدمان، در مجموع طرز زیست و زندگانی تاجیکان در دوره‌های گوناگون را نگاره و اکسپونات‌های آثارخانه‌های تاریخی کشورشناسی پایتخت از جمله آثارخانه ملی تاجیکستان، آثارخانه ملی باستانشناسی، آثارخانه مردمشناسی، خانه آثارخانه‌های نابغه‌های علم و ادب و فرهنگ عالم شمول تاجیک تجسم می‌کنند. تئاتر و تالار و قصرهای با شکوه دوشنبه که مکان فرهنگ و معنویات و علم و ادب برای ساکنان و مهمانان پایتخت به حساب می‌روند، افشاگری تمدن عالمگیر تاجیکانند. تئاترهای دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی، دراموی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی، جوانانی به نام محمود جان واحدوف، تماشابین جوان به نام محمد جان قاسموف، نمونوی مینیاتوری آینه، لختک، وطن، زیبونیسا، تاجیکستان، تالار کنسرتی کاخ باربد، فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف، سیرکی دولتی و امفی‌تئاتر اهارون نه تنها با نمایشنامه‌های سطح جهانی بلکه از لحاظ صنعتی معماری آفرینش نیز توجه هر بیننده را به خود جلب می‌کنند. پایتخت دولت صاحب استقلال تاجیکستان شهر دوشنبه مرکز علم و فرهنگ ملت کهن بنیاد تاجیک به حساب رفته امروز باعث افتخار خرد و بزرگ گردیده است. فعالیت 20 کتابخانه علمی عمومی با فراگیری بیش از 312 میلیون نسخه کتاب نشانه از کتابداری و کتاب دوستداری تاجیکان است. کتابخانه ملی تاجیکستان که در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده، بنای آن در مرکز پایتخت
با حشمت قامت افراخته است بسا زیبا و دقت جلب کننده می باشد و از بزرگترین مخزن‌های علم و معرفت در آسیای مرکزی محسوب می یابد. دستاوردهای نظررس اقتصادی و اجتماعی، شرایط معتدل سیاسی و اعتراف جهانیان دوشنبه را محل برگزاری همایش‌های بزرگ سطح منطقوی و بین المللی گردانیدند. دوام سالهای آخر شهروندان مملکت برای تجلیل با شکوه 30 سالگی استقلال دولتی آمادگی می‌بینند و سال 2021 این جشن بزرگ ملی تجلیل کرده می‌شود. در این دایره در همه شهر و ناحیه‌های مملکت نقشه چاره‌بینی‌های آبادانی و سازندگی ترتیب داده شده مرحله به مرحله اجرا شده ایستادند. در شهر دوشنبه به خاطر استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد و تعمیر و تجدید بیش از 4000 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده علیه اکثر آن اجرا گردیده است. موافق آمدن جشن 30 سالگی استقلال دولتی با سال پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل بودن شهر دوشنبه پدیده نیک می باشد و با باوری گفتن ممکن است که همایش و چاره‌بینی‌های در این دایره به نقشه گرفته شده در سطح بلند تشکیلی برگزار می گردند. شهر دوشنبه با در نظر داشت امکانات و موفقیت‌ها دایر بر رشد سیاحی 3 اکتبر سال 2019 ضمن برگزاری جلسه نوبتی وزیران سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی همچون پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی برای سالهای 2020-2021 پذیرفته شده طبق نظرسنجی اگنتی اطلاعاتی تورستات فدراسیای روسیه به 10 شهرهای امترین کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و به 10 بهترین شهر سیاحت و سفر شبانه ارزیابی گردیده است. امروز دوشنبه با 18 شهر قطعه‌های اروپا، امریکا، افریقا و آسیا رابطه‌های برادرشهری دارد. اعلان گردیدن شهر دوشنبه پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2021 شهادتی امن و آسایشتگی، رشد و پیشرفت، اینچنین دارای امکانات وسیع کار و زندگی و تشکیل و گذرانیدن چاره‌بینی‌های سطح بلند در شهر میباشد.